سلام آقای مدیر، این کارنامه بچه ما رو میدین؟ بله حتما. اسم بچه‌تون هم نمیدونید؟ نه میدونم. مجید حسینی. چه پایه‌ای؟ پایه فکر کنم اول تا شیشم بگردید، هیچ هست بالاخره. بله درسته. بله این کارنامه پسرتون هستش، کلاس شیشم هستن. بهش بگین که بیشتر درس بخونن، کلا 2 تا رو قبول شدن، بقیه رو افتادن. بفرمایید. سلام آقا، این کارنامه پسر ما رو میدین؟ چند دقیقه شما صبر کنید. بله شما طبق بلوک واریسیاری 5 شما باقی مونده که اگه میشه اینم تقدیم کنید. بله بفرمایید، هر چقدر مونده بکشید. خیلی ممنون. بفرمایید اینم کارت شما. پس کارنامه چی؟ آها، کارنامه هنوز آماده نشده. خب وقتی کارنامه نیست چرا پولشو میکشید همه تو؟